آقای دکتر کاویانی، من یه 2 ساله که به شدت کمرم درد میکنه. هر دکتری هم که رفتم نتیجه نگرفتم. من براتون MRI می نویسم، برید انجام بدید، برگردید پیش خودم. ببخشید آقای دکتر، معاینه نمی‌کنین؟ از من چشام اشعه ایکس نداره که اینجا لوازم میخواد، ابزار کار میخواد، منم ندارم. شما میرید MRI بهزاد کاویانی، میگید که منو دکتر بهروز کاویانی فرستاده. ببخشید آقای دکتر بهزاد کاویانی؟ برای فرمایش؟ منو آقای دکتر بهروز کاویانی فرستادن برای امارای مهره‌های کمرم. بله درسته. الان میفرستمت برای امارای برید تو، ولی بعدی که امارای شدی تشریف بیارید که بفرستمت سونوگرافی. سونوگرافی برای چی؟ به دلیل اینکه ممکنه این معدتون فشار رو بیاره به مهرهای کمرتون. خب الان براتون می‌نویسم تشریف ببرید سونوگرافی انوشیروان کاویانی. ببخشید آقای دکتر، شما نسبتی نه من نسبتی ندارم. عزیز نفس بکش، نفس عمیق بکش، راحت، ریلکس. شما یه مقدار بالا پایینه متاسفانه. خب من یه مقدار دارو براتون می‌نویسم. شما باید تشریف ببرید داروخانه دکتر شهروز کاویانی. فقط هم اون داروخانه، برو جای دیگه دارو رو نداره، اونجا داره. بفرمایید خانم جباری، این لوتیلوکسین هم اینجا کم داریم، یه ذره بیار از انبار.